صبر کن. قبل از اینکه ویدیو رو ببندی، بذار یک سوال خیلی مهم ازت بپرسم. آیا رامین رضاییان قربانی بی‌نظمی باشگاه استقلال شده یا این بار خودش وارد بازی شده که پایانش به نفع هیچ کس نیست؟ چیزی که این چند روز توی یوتیوب فارسی، اینستاگرام و فضای هواداری استقلال میچرخه فقط یک اختلاف ساده نیست. ما داریم درباره بحران اعتماد حرف میزنیم. بحرانی که میتونه مستقیما روی رختم، نتیجه ها و حتی آینده استقلال اثر بذاره. امروز بدون تعصب، بدون فحاشی، میخواییم دقیق و شفاف ماجرای رامین و باشگاه استقلال رو با هم باز کنیم. رامین رضاییان، بازیکنی که اسمش همیشه با حاشیه، کیفیت فنی بالا و شخصیت خاص گره خورده. از پرسپولیس تا اروپا، از تیم ملی تا بازگشت به لیگ ایران. رامین همیشه یک بازیکن معمولی نبوده، یا قهرمان بوده یا در مرکز جنجال. حالا در استقلال، باشگاهی که خودش به اندازه کافی حاشیه‌دار هست، این ترکیب از همون اول قابل پیش بینی بود که بدون دردسر پیش نره. طبق حرف‌هایی که توی ویدیوهای مختلف یوتیوب فارسی مطرح شده، بحث فقط تمرین یا قرارداد نیست، بحث احترام، شفافیت و مدیریته. اگه تا اینجا برات جالب بوده، همین الان ویدیو رو لایک کن، چون لایک تو باعث میشه این ویدیو به هوادارهای بیشتری برسه. ماجرا از جایی جدی شد که گزارش‌هایی از نارضایتی رامین منتشر شد. نارضایتی از چی؟ از برخورد، از وعده‌ها یا از تفاوت حرف‌ها با واقعیت؟ از اون طرف باشگاه هم سکوت نکرد، یا حداقل سکوت کامل نه. اینجا دقیقاً همون نقطه‌ایه که هوادار سردرگم میشه. وقتی بازیکن میگه حقم ضایع شده و باشگاه میگه همه چیز قانونیه، سوال اصلی اینه: مشکل از سیستمه یا از فرد؟ استقلال سالهاست که با مشکل مدیریت ناپایدار دست و پنجه نرم میکنه. تغییر مدیر، تغییر مربی و تصمیم‌هایی که بیشتر واکنشی‌اند تا برنامه‌ریزی شده. رضاییان هم بازیکنی نیست که به راحتی از کنار چیزی که به نظرش ناعادلانه است بگذره. اما یک بخش مهم از این حاشیه برمیگرده به رابطه رامین رضاییان با ریکاردو ساپینتو، سرمربی استقلال. طبق حرفایی که این روزها مطرح شده، رامین از بعضی تصمیم‌های فنی ساپینتو و نحوه برخوردش در تمرین‌ها و نیمکت نشینی دلخور بوده. از اون طرف ساپینتو هم مربی نیست که به راحتی با بازیکن با تجربه‌ای که نظر متفاوت داره کنار بیاد. گفته میشه در یکی از صحبت‌های بین این دو گفتگوی نسبتاً تندی شکل گرفته، نه در حد درگیری، اما به اندازه‌ای که فضای همکاری رو متشنج کنه. اینجاست که بحث جدایی یا کنار گذاشته شدن رامین به صورت جدی مطرح میشه. وقتی بازیکن با مربی به مشکل میخوره و همزمان حاشیه‌ها رسانه‌ای میشن، ادامه همکاری خیلی سخت میشه. حالا باید دید آیا این اختلاف با مدیریت حل میشه یا رامین رضاییان زودتر از انتظار از استقلال جدا میشه. توی کامنت ها دو جبهه کاملا متفاوت میبینیم. یک عده میگن رامین حرفه‌ای نیست، استقلال بالاتر از هر بازیکنه. یک عده دیگه میگن باشگاهی که با ستاره‌هاش درست رفتار نکنه همیشه همین آش و همین کاسه است. این دو قطبی خطرناکتر از خود حاشیه است، چون وقتی رختکن دو دستگی رو حس کنه، نتیجهش توی زمین دیده میشه، نه فقط برای رامین بلکه برای کل تیم. حالا نوبت توه. به نظر تو رامین رضاییان حق داره یا باشگاه استقلال داره از چارچوب حرفه‌ای دفاع میکنه؟ آیا رضاییان از استقلال جدا میشه؟ نظرت رو حتما توی کامنت ها بنویس، چون بهترین بحث ها همیشه پایین همین ویدیو شکل میگیره. اگه تازه به کانال اومدی، سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن تا تحلیل های داغ فوتبالی بعدی رو از دست ندی. اینجا جاییه که فوتبال رو بدون تعصب ولی با هیجان بررسی میکنیم. ممنون که تا آخر همراه بودی.